با نام خدای مهربان سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خانه‌دانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. با یک برنامه جدید در خدمت شما خواهیم بود و هم صحبت امروزه ما هستند گلصفت شهیدی، نویسنده. معلم عزیز، به برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دیگر بار دعوت ما رو پذیرفتید. و صحبت قبلی ما یک سال سپری می شود، نفران زیادن با ما تماس گرفتن که با شما صحبت کنیم و کامنت ها هم شد. بگید که امروز چه حال و احوال دارید و زندگیتون چگونه است و در پایتخت عزیز ما شهر دوشنبه زندگی رو چگونه پس سر میکنید؟ السلام علیکم. پیش از همه به همه شما کارمندان کتابخوان خیلی دوستتون دارم، چون بعد از اون که برنامه اول گذشت من فهمیدم که شما خیلی شنونده و بیننده و دوستدارانی زیاد دارید، هوادارانی زیاد دارید و خیلی تشکر برای دعوتتون. من هیچ وقت گفته نمیتوانستم، چون این برایم یک چیزی خوبه. هر بار که دوشنبه می آیم بخوری با شما، یعنی بخوری با اونهایی که کتاب میخونن. من که کتاب می نویسم، این برایم خیلی خیلی عزیز است. سلامت باشید، همیشه هم خیلی در چهرهتون تبسم باشد، خوشحال باشید. من میبینم در بعد صحبتی که انجام دادید اونجا چند حکایه ها و کتاب های زیاد از شما معرفی شده. میبینم باز 4 کتاب جدید دیگر که با زبان ازبکی، انگلیسی، روسی و تاجیکی نشر کردید و خیلی پر انرژی هستید، خیلی فعال هستید و همین انرژی رو از کجا میگیرید؟ و نوبت از اونی که میگن کتابخوانی کم است و علم این است و اون است در جامعه ما، ولی شما خیلی تلاش میکنید. همین انرژی از کجا است برای شما؟ فکر میکنم پیش از همه از خدایا، لیکن من خیلی زیاد آرام بودم، فقط با فکری زندگی هر روزه و هر چیز جمع شد درونم آخر روی کفلس میگن روی کاغذ برآمد. و من فکر میکنم که این برایم نه فقط چیزی که برای یک کتاب نو برآوردن، این برای اون که جامعه فرزندهای خود را شناسد، فهمد که هر یکی ما در دل چقدر قوه داره و اون رو دستگیری کنن. من توانستم با دستگیری فرزندانم این کار رو کنم، ولی جامعه باید آنهایی که مثل این خیلی فرزند ندارن ولی آن چیزی دارن که پتانسیلی که دارن روی کاغذ، روی میز برارن آن هنرهایشان را و این یک مهنت بزرگی است. برای چین سوال رو دادم معلم جان، ما میبینیم وقت اخیر البته حتی جوانان میون جوان افسردگی، یک ناامیدی، دلتنگی مخصوصا به علم و دانش و آنهایی هم که یک کمی میفهمند یا دانشمند هستند یا دانشگاه تنگل دلسردن، یعنی فعالیت نمیکنن، کاری نمیکنن. ولی من وقتی شماها رو میبینم یا انسان‌های مثل شما رو میبینم، واقعا خودم هم انرژی میگیرم، خودم یک نیرو میگیرم که نوبت از اونی که کتاب خوندن میشود نمیشه، نوبت از اونی که در اطراف این موضوع چی پس تلاش میکنن، مینویسند و اثر ایجاد میکنند. یک کتاب شما که به نزدیکی نشر شد با اسم عکس آسمان در چشم، چرا فکر کردید اول این کتاب رو بنویسید؟ چرا چه اقدام بود، چه الهامی بود که خواستید چون یک کتاب بنویسید و کدام قشری رو در نظر گرفتید هنگام نوشتن این کتاب؟ اولا که من برای چی دست زدم در ادبیات تاجیک حاضر دتکتیو اومد، زنی که می نویسد دتکتیو یا تخیلات نبود، نیست. بله درست. و گفتم که باید که باشد، چون من در هر ژانر می نویسم و گفتم که این رو هم باید نویسم، چون از من می توانند سونی برد گیرن. یعنی یک راه پیدا شد، یک درس پیدا شد. من همین اهریمن رو نوشتم، اینقدر کتاب پیدا شد درباره همین ظلمات در اویله، میدونید. و میخواهم که همینطور راهی آدمو نترسن این چیز رو نوشتن. چیزی نیست برای من، چیزی نبود. من به حضورگیی که با یک چیز تخیلی نویسم، چیزی نیست، ولی چیزی برای من تکون داد. وقتی که من در مسکو ادبی سال رو گرفتم و اونجا گفتن که شما برای افسانه ها گرفتید، لیکن چند اثر شما برای من یعنی یک کتاب نشر کردن، این یک وای بود، یک مجموعه بود. اونجا چند کتابی من نوشتن که این برای نورسان هم خوب است، برای همین دیتسک لیتراتور رو این وارد کردن. بعد من فکر کردم حقیقتا ما همین جوی ادبیات ما کمی خیلی هست ولی کم و باید پر کنیم. بعد گفتم که برای
برای نورسان می نویسم. این پیش از همه برای نورسان، چون که نورسان ما نمی توانند آدمی که کمی دیگر است در این دنیا آنها رو قبول نمی کنند، میخندن، یگون نوجو میزنن، تمسخر میکنن یک چیز. ولی من میخواستم همین چیز رو نویسم که جوانان پیش از همه خوانند، هرچند که همه میخوانند. یک کامپیوتر من با از وی نوشته است، از وی در قره‌بالو کار میکنه، قریه بالو میگن هر چی میگن، لیکن در قره‌بالو کار میکنه و یعنی چی میگن، یعنی که چیز یاردم چی اکنون بیماران. و میگه همون گرفتم و رفتم اما باغ همون قریه بالو شیشتم و تو حتی فکر نکردم که خانه باید خود بازه من تو باید تمام نکردم، من خانه نرفتم. خب یکی از خواننده دیگر هم کتاب خودی من که واقعا من این رو در یک کشتن تمام کردم، تقریبا 200 صفحه رو. بیت وارد همین کتاب شویم. حادثه از یک دهه سر میشد از لب جر. بله، زیمچرود. شما دختر هستید که در شهر کلان شده، در شهرهای گوناگونی عالم کلان شده، همیشه در مرکزهای شهر بودید. چگونه همین دهه را شما وصف کردید و چرا خواستید که موضوع بعد رفته رفته جدی میشه، موضوع که با کیهان میرود و با ذهن صنعی میرود، با نانو تکنولوژی میرود، با ابزارهای معاصر میرود، با لابراتوری ها میرود، با علم آموزی میرود، ولی چرا خواستید از دهه شروع شود، همین سوژه از دهه شروع شود؟ اینم تاریخ خود رو دارد. من از کجا همین چیزها رو دیدم، خودم دیدم با چشم خودم. میدونید ما وقتی که خرد بودیم، پدری من در اونجا یک وای داشتن بستان سرای دچه میگن، دچه و تمامی و کارگروی حکومت و ما اونجا بیستوی در یک بلندی یک تا دچه خردکه گفتم، آدمی خوکسار بودن، هیچ وقت نمیگفتن یه چیزی خوبه تی من خونه خوبه، گفتم برای بچه‌ها وقتی تو بستان میروند دم میگیرن. بعد ما در اونجا در زیمچرود یک همون دو خانگی مایده یک وای داشتیم، چی میگن داچه میگن، کن بستون سر. خیلی اونجا من کلون شدم از خوردی تا 18 سالگی. بعد که شوهر کردم دیگر همون در یادهام. ولی در اونجا که کلون شدم من خیلی زیاد میرفتم اونجا، یک شرشره های کوهی بود و بالاترینش لب جرب بود. باور میکنید ما میرفتیم بچه ها تا اونجا ها میرفتیم تا همون بلندش. بعد من همون لب جرب میدیدم، میگفتم که آدمو میشنن اینجا، چخل میشنن آخر از شهر دور، از مغازه دور، اینا چخل زندگی میکنن. بعد بعضا میشستم خیلی بگوی کنم میرفتیم و نمیماندنم. ما بیبی جونم کتی اونجا بوده، پدرم کار میکردن، مادرم کار میکردن، بعد بیبی جونم کتی ما برده میماندن. بعد اون کس نمیموند، بسیار سختگیر بودن، اون کس از قدیمی ها بودن. بعد از قدیمی ها بودن، نه سنتگرا بودن، آنها ها را خیلی رعایت میکردن. بله ممکنه دختر رو با کی مونده اصلا نمیخواد. بعد من روزانه میشستم، اما همه میدویدن اونجا چقدر تگیوی شرشره با بازی میکردم، من میشستم. بعد یک روز یک چیزی برای من یک روشنی پیدا شد. بعد من فکر کردم مگر دیوانه شدم، این چیزی یا بسیار فکر میکنم، بسیار کتاب میخونم برای همین. بعد وقتی که دویم بار رفتیم باز آمدم لب جرش نشستم، باز کم چقدر یک روشنی پیدا شد. بعد فکر کردم خیلی وای میگذرد، هواپیما میگذرد، یک بایش میگذرد، چه سایش بایش نورش می. بعد همین کتی گذشت و رفت. بعد وقتی که من کتاب می نوشتم با من گفتن که موبا وای نیست ادبیات تخیلی و زنها عموما نمی نویسن. چندین سال در خیالتون همون حادثه آمدین و نوشتید؟ بعد من اینو در اساس گرفتم. این برای من یک گفتم که همین من یک فکر کرده بودم، دیده بودم، گفتم خیلی زورو یک چیز برایت از این. معمولا وقتی کتاب شروع می شود بعضی کتاب اول یک چیزی خوشحال کننده است، یعنی یک سوژه های خوشحال کننده میره، ولی کتاب شروع می شود با فاجعه ها شروع می شود و این فاجعه تکرار با تکرار میرد و آدم میگه بعدش می شود. چرا بردی یادتون باشه؟ بله همین شروع از بردی که اونم مثلا شروع می شود همین خیلی بعد زنی مثلا شوهری مهوش یکی به هلاکت میرسد، یکی این کودک به دنیا خودی مهوش به دنیا میاد، اون مطرب میخواد که از این دخترش به این حال گرفتار شده است. شما یک زن چقدر برداشت کردید خودتون وقتی که روی کاغذ میوادید؟ فکر دیگه این چیزی نیست. میدونید من وقتی که افتاب
کتابخوان رو نوشتم اونجا زیادتر فاجعه و این هم برای من یک تکون داد، چون که میدونید که اگر همش رو به خوشنودی نویسم که خواننده نمیشه، خواننده زیاد نمیشه، چون که اورا این هیچی نیست. ولی وقتی که از این چیز سر میکند آدمو میگن که این بیچاره بعد چی شد، این بیچاره چی شد، وای این خیلی بوده است، بعد نمیفهمن، همون میگن که همون جگری و معنوش میفهمن که برای چی. چرا برای یک زنی که اینقدر مشکلی دارد، اینقدر پرابلم دارد، جامعه با او این گونه مناسبت میکند و شما یک چیزی کیهانی را در نظر گرفتید، یک امدادی کیهانی را گرفتید، یعنی انسانیت دیگر قابلی تربیت شدن در روی زمین ندارد و چرا اینقدر در این کتاب از زمین نگرانی دارید؟ شما احساس میشه شما قریب در هر صحیفه یا چند باب شما خیلی نگرانیتون شدید است از سرای زمین و از تربیت جامعه. چرا؟ میدونید من نمیخوام که اینطور باشد، ولی من دیده ایستادم، من دنیا رو اکنون گشتم، این قدرم زیاد نی، من خودنمایی نمی کنم، لیکن گشتم، دیدم آدمو که چقدر مصاحبه کردم و صحبت کردم و همراه فکرهای زمینی و آسمانی کردیم. میدونید من فهمیدم که همین یک قوه هست در همین امروز در زمین، نمیخواهند که آدمو به یک جایی برسن، جای خوبه، میخوان در همین حالت امروزه قرار داشته باشن و این همزیستی هاشون هم به نام همزیستی باشد، ولی نمیمونن از این جا شد. این چیزی که در اینترنت میبینید، من بعضا نگاه میکنم میگم که این یک چی میگن موسر که میگن، من روس ها با قبل جوده که یک چیزی پرتو، بعضا میگم این کی مونده است، این چی مونده است، بعد فکر میکنم که چرا این تکرار به تکرار همه اون رو نگاه میکنن. یعنی این مخصوص کرده میشد که یا که بچه مایده همه وقت با تلفن، این مغزی سری بچه خود دیگر انکشاف نمییابد و بسیار چیزها در کار که انکشاف یابد، از این زیادتر، ولی نمیمونن، در این سطح میگذارن. برای همین آینده زمین خیلی دشوار است. یک زنی تنها رو با یک دختر به قول اون ده مثلا بیمار گرفته آورد اولا دوشنبه از یک دهه دوردست و فرستادن مسکو، یعنی یک زن، ولی در اونجا اون قدر با مشکل هم دوچار نشد، یعنی اون کمک کردن اون زن و دخترش اونجا خیلی رشد کرد، مثلا به درجه بلندی علمی رسید. ولی یک زمان با شروع کرد که از پس مثلا جستجو شروع میشد و چرا همین محوش رو اتاق بازپرسی، همون کمیته به خطری بردید؟ چون که اونها نفهمیدن که از کجا اینقدر قوه دارد. یک تاجیک دختری که کمی گویا با جمعیت امروزه کمی کسلی روحانی دارد، چرا تا این درجه بلند شد که این از کجا؟ بعد خواستن فهمن که یگون وای دارن مناسبت دارن با آسمان، چون این چیز رو فهمیدن و نخواستن که این انکشاف شد، چون این باید یک چیزی سیر باشه، سیر یعنی اسرار باشد، هیچ کس نفهمد. همین چیز بد است. همه چیز رو همین گونه در زندگی، همه چیزی که در انکشاف است اون رو زیری بای میگیرن نظر. وقتی که دیمیتری با همکارانش در اتاق بازپرسی این خانم بازپرسی میکنن، واقعا مثل که واقعی میرود، یعنی از روی که اون چیزی که اون گفته است یا فرزندش انجام داده است یا اون سخنایی که در لکسیوهاش میکند، یعنی یک اولین تعقیب میشد از طرف کارمندان کمیته به خطری در همونجا و مفتشان خیلی بیرحمانه حتی مناسبت میکنن. شما من بابام شکنجه موندید. این از فیلمو دیدید یا احساس کردید مثل که یک چیزی واقعی است، گویا خودتون در همین بازپرسی اشتراک کرده باشید؟ میدونید من که بسیار کتاب میخونم، این چیزها خیلی زیاد. اگر شما باید خونده باشید، عموما ادبیاتی که همین چی میگن دتکتیو، اگر بسیار خونده باشید این چیزها زیاد. بعد اون چیزهایی که درباره عموما سیستمی و چی میگن تفتیشاتی، این چیز خیلی معمول است.
اینها میخوان همه چیز رو از اون کسی که میپرسن زیادتر دونن ولی نمیدونن. اون خود تخصصش است، اون نیروخیرورگ است، اون با مغز سر انسان ها کار میکنه، اون بیشتر از اون بدونن ولی تلاش میکنن از اون بیشتر دونن. حتی اونجا چایش میدونن که داخلی مواد است و این از هوش میبرن. یک چیز جالب دیگر که از کتابایی که در چند وقتی اخیر نوشته شد در کشور و بعضی کتابای موتیواسیون هم جز، ولی اینجا یک چیز برعکس مشاهده میشود. گفتید که پول ویروس است. بله. با این خودتون اعتقاد دارید؟ اعتقاد دارم چون که حاضر در کارم نیست. حاضر همه با کارتش چی کنی وای پول 1001 میلیون لیکن همش در کارتش کنی. شما دیده میتونید همونا همش در اکویوالنت تیلو است. میدونید شما با این طریق گویا چیزی ضرر آور است. حتی اونجا میمون ها رو شما در اینجا تجربه نشون میدید که با میمون ها وقتی که تنگه میدن اینا به هم دیگه زد و خورد میکنن. یعنی شما فکر میکنید که گاه همین پول عامل خوشبختی نمیتونه؟ هیچ وقت نتوانسته بود. نمیشه شما گفتید که مبارزه ها رو با وجود رقابت ها رو با وجود میاره و این که انسان ها با هم دیگه رقابت میکنن خواستار همین پول و ثروت هم، ولی اونا با اونا همین خیلی برداشت میشه که خوشبختی نمیارد. هیچ وقت خوشبختی نمیاره. میدونید حالا یگون کس نگفته است که من پول زیاد دارم و خوشبختم. نه، میگه من مثل پدری مادری خوب دارم خوشبختم، من فرزندی خوب دارم خوشبختم، من شوهری خوب دارم خوشبختم، من عائله خوب دارم خوشبختم. میدونید این خوشبختی. پول زیاد 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 آدم رو میکند بیعقل میکنه، چون که وای فکر یگون چیز نیست، فقط فکر زیادتر باز شدن. این چیزی نیست برای در اینجا شما در این کتابتون که وقتی میگید پول ویروس است و اونا در اونجا مثلا با چالش میکشید، هدفتون تبلیغ کمبیزاتی نیست، یعنی تبلیغ کردن بیچارگی و این نیست. نه هیچ وقت. پول در کار فقط برای اون که روزت رو خوب گذرانی، نه برای اون که باز زیادتر پول جمع کنی. من اگر خونده باشید تا آخره میفهمید این گپ رو. من همین دلار رو حاضر در بین خلق چی میگن ویچ نگون، هر جایی که دلار است اونجا جنگ. در این کتاب تا آخر همون محوش رو شما زیر نظارت کارمندان به خطری قرار دادید، یک عالم رو، یک دانشمند رو. چرا؟ ولی آنهایی که باور کردن آنها کمک کردن برایش، یعنی همیشه کامرا میموندن نظارت میکردن، بعد کمک کردن. هر چی کردن همون دمیتری آخر دوست شد، گفت که همین کارا کن. اعتراف کرد. یعنی که تو حتی اینها میتوانند سرخم کنند در نزد خدا، در نزد آنهایی که فقط خوبی میارن. خدا گفتید و در اینجا وقتی که درباره مطربین مادری محوش سخن میکنید، او تلاش کرد در مسکو انانهای ملیش نگاه بدارد. در چه میگه که سحری افسوس میخورد که نمازش قضا کرده است، با اون خانم روز صحبت میکرد. چرا خواستید که در اونجا انانهای ملیش حفظ شود؟ میدونید همه کتاب‌های من این را دارد. اگر خونده باشه. چرا خودتون میخواید که آنها ملی حفظ شود؟ چرا میخواید؟ چون تاجیک‌ها رو میدونید چه قبول میکنن؟ فقط بیچاره هایی که خیلی من که در مسکو زیاد زندگی کردم، بسیاری ها رو شنیدم، خیلی بسیاری ها میدونن، خیلی اونهایی که با ما دوست بودن میدونن، ولی یک قسم اساسی اهالی تاجیک‌ها رو همچنین یک آدمایی که معلومات ندارن، از ناچاری ناعلاجی و چی میگن یک بیچارگی میرن اونجا قتل لایمات خود رو کار میکنن. برای همین من نشان دادم که ملت ما تاجیک‌ها اینقدر تاریخ و عنعنه و اینقدر چیزای خوبی دارن که چون که این با چند زبان علاقه با انگلیسی ترجمه شد، با ازبکی حوزه ترجمه شد، با تاجیکی، روسی، چند 4 زبان علاقه اینا میخونن. یک جایی که خیلی با فاجعه این کتاب است، همون بحثی که در یگور بسری ریحان میاره در این کتاب و یک اصطلاح استفاده کرد، میگه که اینو از چرکستان هم باید برگردن و مثل خودش را مشکل. کلمه چرکستان ذهن خودتون بود، این ساخته ذهن که شما شنیدید این اینا شنیدم من در مسکو شنیدید. اونجا حتی محکوم کردید اون فاشیستا را و اسکین خدا اینا را بسیار یک تحلیل کردید و هم کلمه چرکستان من فکر کردم که ساخته ذهن خودتون است، یعنی شما شنیدید این چیزا. بله. بعد میدونید یک چیزی عجیب هست، خود اونهایی که از مسکو هستن، من که در مسکو بودم برای مثال میگیرم، از مسکو هستن اینها هیچ وقت این خیلی نمیگفتن، ولی اونهایی که خودشون از کی کجای روسیه اومدگی
یک مثال بیارم من در مترو بودم یک تایمی خیلی نمیدونم ولی از خیلی چشمش تنگتر بود و ممکن از سیبیری باشد یکم بوری حتمه میخواد بعد من شیشتم خیلی من سال خورده باشم نمودم جوان بعد چنین همین ایستاده همین روی پروی من همین قدر خودش همین بعد پناهی خیلی تود گفته بعد من هم تو نگاه کردم گفتم که я родилась в Питере в Санкт-Петербурге ты откуда такая ты почему ты откуда понаехала گفتم بعد گفتم که نمی‌можете да вы بعد بیچاره پشت رفت نتونست جواب داده میدونید اگر با من این خیلی مناسبت کرده باشن بیچاره هایی که خیلی کن میدونید فکر میکنم مناسبت از کجا شروع میشد که خیلی بدبینی نسبتی بچهای ما نسبتی مهاجران چرا همین خیلی از فکر از کجا شروع میشد ماشه از کجا است این از میدونید این یک چیزی که راسیسم نام دارد همه مملکت‌های پیشرفته از این کماکان گذشتن حالی هم هست لیکن در روسیه ممکن یک 20 سال پیشتر شده اگر در وقت سوویتی این خیلی نمیگفتن هیچ وقت نمیگفتن بعد اون پشخوری همه یک باره نمون یک چیزی هست راسیسم یک چیزی که در جایی که کمبغلی هست در همون جو پیدا میشه یک باره همین خیلی شد که ما یک مملکتی بزرگ بودیم خیلی آبرو داشتیم خیلی سرپول و هر چیز وایده یک بلندی ها بودیم یک باره تقسیم شدیم و هم تو روی خودش یافت یک بپستی وقتی که با محوش همون مادری ریحان میگویند که تو را وطن خودت آباد کن و را وطن خودت تربیت کن میگم من برعکس میدونم که اینجا در باید شتا معینه شما رو یعنی واقعا فکر میکنید که جایی هست که زنای ترکیه خیلی پاسخ داده باشند با یک چیزو خودم خیلی پاسخ داده که ما اینجا بسیم باید شما رو تربیت کنیم این خیلی شمنی از این زیادشن بعضن چون که روی روز گفتن که وقتی که من در میر کار میکردم میدونید یک شبکه دوری بعد همونجا یک سال من فرستوندن در مسکو خیلی یک پای بود تجربه آموزی بود بعد یک سال رفتم بعد پسری من پسری خوردیم گرفتم دلم نشد اینجا تنها موندن بعد گرفته بردم و مکتبش بردم بعد خودم شنیدم بعد یک بچه پسری من خیلی اونجا چخیلی همه خرز بر این بچه ها این بچه من دیگه بودم خرابه بعد همین فقط بعد یک تیشه گفتم من توی مادرت که گپ زدنی گفتم یک بار مادرت جیغزن بعد گپ زدم اول با همین خلوای بوده چی با این من جای این کدوم توجیه این چی میخواد بعد چون گپ زدم من گفتم که вот так нельзя вот من روسی شنیده گفت که а вы что так без акцента говорите من گفتم که потому что я родилась в Питере и у меня первый язык был русский بعد وای هم تو نگاه کردو که هم تر پایان شد من یگان جنگ نکردم فقط همین گپ زدم و فهموندم و وای کردم بعد من محوش که در کتاب می کارا میکنم انا همین خیل میدونید همین دنیای مراسم اگر منم رفته جنگ کنم و گپی ساغ زنم البته باز توجیکا بعد من چون که در روسیه همتونی من به خوبی فهموندم بعد همون اینقدر حرمت کرد منه میدونید همینه که خودم شنیده بودم من گفتم که من که جواب داده میتونم یکی دیگری میبیاد دیگر جواب داده نتونه چی میشه بله درست یک مسئله دیگه که شاید وقتی که اگر خانم ها این کتاب بخونن زنا بخونن یک قصه جالب دارد این ریزا آمد این محوش دوست داشت بعدا رفت در دهه با زن گرفت بعد شما کار کردید اون لولای بیچاره را کشتید با ریزا رو آورید با این محوش همراه کردید این خواستید زنانه خودتون بودین این خواهشای خودتون بود که میشود از زندگی خیر نمیشه که هر چیز زندگی کنن خوشبخت باشن خوشحال باشن نمیشد چرا نمیشد چون که محوش هیچ وقت نمیخواستی نه میدونید در چیزهای انانه ما هست که مثلا دو همسر دارن خوب زندگی میکنن نه او دوست نمیداشت دیگه نظرتون به موضوع چی است معلومه این موضوع همین که خودی وای دختر فهمید که ریزا هیچ وقت اینا دوست نمیدارد شما مجبور شد که لولا را کشید چی گناه داشت که لولای بیچاره چی گناه داشت معلومه میدونید وای کسل بود خودش مادرش که این خیلی کسل بود اینم کسل شد بعد وعده داد برای وعده زندگی کرد فهمیده بود که ریزا دوستش نمیدارد و آخر خودش را خورد دیلش همین خیلی بود که نتوانست یعنی که همین عشق و محبتش رو با کسی وای کنه بیرون از کتاب نظرتون به موضوع چی است معلم جان شما هم قبول ندارید
همچون یک زن بسیاری هستن که همین زندگی دارن 2 همسر 3 همسر و خوشبخت هم شاید باشند. من شاید قانون من میکند ولی نظرتون در مجموع میخوام. نه من برای قانون و برای دیگر نه میدونید منم حاضر فهمیده ایستادم ایمانم با قوت شده است این چیز برای من بیگانه نیست میدونید چون یکی از بابای من همین عمر خوجه 3 زن داشت و 2 زنی دویمش از رشکش زنی یکم زهر داده کشتگی این بابای من از همون وای کشته. این من بسیار زندگی من بسیار فهمیدگی این چیزا من میدونم نی این یگون وای نداره چون به نزدیکی در اینترنت از خنده ما کشت این یک وای موندن یک لحظه موندن یک تیشه پرسیدین که همین همسرت دوست شده میتونه تو با دوستی بیار است میگه که ها کنت میگه بعد میگه که خیلی بسیار وای نغزش میگه تا این خیلی کنت و یک تانی 2 تا 3 تا 4 تا باشد نغز همون این که میدونید این چیز برای من فهمو میدونید برای هر یک زن فهمو که یعنی قابل درک است موضوع درک لیکن من اینجا درباره 2 زن و وینی من درباره اون که وقتی که عشق نیست برای زن خیلی دشوار است. آخه گپ دستش تو بیچاره دختر به دنیا آورد مادر وای نگاه کرد اونجا در با مادر او زیست و در آخر همین عشق خیلی چیز است آخر این محبت خیلی چیز است میدونید اگر دوستش ندارد این رو میفهمد زن و فقط چی میگن یک رحمی داشت برای این زنش فقط رحم این کم است برای زن رحم کم است برای زن عشق باید باشه باید عشق باشه. مطربه رو در آخر هم کشتید و هم شما در چه خیلی بودم این لحظه وقتی که میخواستید از این قهرمانتون خداحافظی کنید یعنی یک زنی که جبر دید شوهرش پیش از اون که فرزند از دنیا رفت و اینقدر زحمت ها کشید برای شب از پس دخترش میپایید شد دخترش بیمار و اینقدر مشکل ها و یک خیلی نبیره هم دید یعنی به همون آرزوش رسید و چرا یعنی باید میمرد اینجا باید میرفت از دب میدونید انا همین چیزی که مشکلی که اوی بسیار دید میدونید چقدر برای دخترش خودش رو قربان کرد میدونید این قدری که از اینجا به اینجا پیچید از اینجا به اینجا این قدری که گپ شنید این قدر و با من همین خیال کردم که تا همون نبیرش رو بیند ولی این مشکلی به اثر نمیگذارد و اونجا نوشتم که دل به هر چیز داشت نمید. نام زیبا هم انتخاب کردید حافظ مهوش مطربه ریزو ریحان همه بردی کیهان این نامو چه خیلی میباید در وقتی مثلا برای نویسنده چی هست همین من فکر میکنم من فقط فکر میکنم که موافق بیاد چون میدونید بسیاری ها میخندن اگر خارجه باشه داده میخندن مثلا من نامی پسرم فیردوس خان بود اون با انگلیسی وقتی می نویسن فیردوس اون بعد همین خیلی دراز میشن بعد میخوندن این چی گپ چنگیز خان مین فیردوس خان بعد آخرش گفت که من خانش میگیرم با ما خفه شدیم ما گفتیم که توی نامته بی موندگی من گفتم که خیلی نکن خیلی معقول نباشد نی برای همین من فکر کردم که یک نام های گذارم که فهمند ترجمهش فهمند برای چی ادبیات جهان یعنی برای خواننده جهانی یک توجیه ننوشتم خواننده جهانی یعنی معلوم باشد میدونید من ممکن این یک آرزوی من باشد این یک وینی چی برای آینده با یک وی نگاه کردن نی من میخواهم که این کتاب ها با بسیار زبان ها ترجمه شوند و آنهایی که میخوانند معنای هر یک نام رو هم دانند نه فقط مثل شعری که میبیارم یا که چه ربایی که میبیارم یا که یکون تو حتی وی یک وی هست بیچاره رو سگ هم از بالوشتور میگذد همین رو هم آورده میدونید من همین چیزها رو میارم که دونن که این
اینقدر خلق تاجیک مردم تاجیک چیزهای دارد که از آنها چقدر آموخته ممکن. در همین کتاب علم هم تبلیغ شده است، دانش هم تبلیغ شده و یک جای هم کتابخوانی هم تبلیغ شده است. خیلی زیبا وقتی که اون دختر با پسر در باره کتاب گپ میزنه در محوش با ریزو، خیلی یک دیالوگ جالب است بینشون. خب اکنون همه دیتیل یعنی همه جزئیات کتاب رو نگیم چون خواننده خودش وارد این کتاب شود و لذت برد از خواندن این کتاب، ولی من در آخر میخواستم دو سوال دیگر از همین کتاب برای شما پیشنهاد کنم. شما در همین کتاب که گفتید برای ادبیات جهان می‌نویسید، ولی معمولا بسیاری از نویسنده‌ها یا که ما نفر می‌بینیم کوشش میکنن از بزرگان دیگر رو بسیار مثال بیارن، ولی شما اکتفا کردید به دو نفر، خیام و حافظ. بله. از همین ادبیات دو نفر را انتخاب کردید. چرا؟ چون در مثال‌ها آوردید و روبایا گفتید، غزل گفتید، در دو جا از حافظ، در سه جا و سه جا از خیام. چون که خیام خیلی زیاد به ستاره‌ها مراجعت می‌کند. با برای کیهان این چیز بله. خیلی زیاد اگر خونده باشه میدونم که میخونید و من برای همین خیام رو استفاده، چون که خیام در خارجه همچون یک آدمی شرابخور و همه وقت مست و همه وقت دزدوری زن‌ها و فلان ترجمه شده است، ولی اینطور نیست. خیام پیش از همه فیلسوف است، ستاره شناس است، متمتیک، یعنی که آدمی که ریاضی رو خیلی خوب میدونید. حافظ رو من برای چی گرفتم؟ چون که حافظ یکی از پرسوناژ بود. نام حافظ بله حافظ است. بسیار بر این باورن که آینده ذهن صنعی میشود و این چیزا میشود، ولی شما در اینجا اشاره کردید که این خیلی شاید نشود و این یک فکر است که تحمیل میکنن، شاید این چیزی باشد که به انسانیت خوبی نیارد. در اینجا اشاره به ذهن صنعی کردید همچون یک نویسنده. نظرتون به همین موضوع چیست؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر آدم در کار نیستونی، اگر ذهن صنعی باشد آدم در کار نیست، این آدمای چیکار میکنیم؟ همیشه برده یگان موزه میمونیم نی؟ برای همین ذهن صنعی این یک چیزی که خیلی خوب برای انکشاف تکنیک است، ولی برای آدمیزاد خوب نیست، چون تمام آدم ها را از کار میمانند. بله. اینم خیلی بد است. این فاجعه میتونه بشه. این رو باید که درست درک کنیم. در آخر یک مکتوب میکنند ساکنان کیهان به زمین. اشاره کردید درباره عمر 150-200 سال. واقعا نظرتون به در روز عمر چی است؟ این درست است. ما از یعنی من منظورم است که هر انسانی که به این سن میرسد آرزوی عمر بیشتر میکنه. من یک چیز رو میگم که در تمام ویهای چی کارهای علمی و تحقیقاتی همین علمانی همین صاحب پسیکیاتری گفتگی که همش از معنی انسان وابسته است. این یک اپارات اساسی، ولی حاضر این معنی انسان رو اینقدر با وی امروزه ویران میکنن که برای همین عمر آدمیزاد دراز نیست. این سر میشد از زمان جنگ هایی که در عصر میانه سر میشد، همه فکر اون که از جنگ گریزن یا که غالب شوند، فلان شوند، زمین زیادتر گیرن، همه فکرها نادرست بودن. حاضر آدما به بسیار چیزها رسیدگی، ولی نمیخواهند که آدما عصبشون آرام باشه. فکری همین هر روزه خود رو، همین تامین هر روزه خود رو باید که خود جمعیت، همین انسان یک عمر کار میکند، جمعیت باید پیری خوب برایش مهیا کند. ولی معنی انسان رو چنان ویران میکنن که عمرش خیلی کوتاه. انسان بودن خیلی فراموش میکنه، هستی خیلی فراموش میکنه. جنگ و از این کشمکشی گفتید. یکی در همین بین کتاب درباره جنگ تاجیکستان سخن میرد، گاه سوژه کنده میشود. چرا اشاره بر این جنگ کرده در این کتاب؟ چون که من همین خیلی شد، آخر من همین پراکندگی شد، همه هر طرف شد. اگر همین جنگ نمیشد ممکن ما از همه پیش میرفتیم، چون ما بهترین جمهوری بودیم پیش از همون جنگ خودمون. معلم واقعا از خواندن همین کتاب عکسی آسمان در چشم، من فکر میکنم هر خواننده لذت میبرد و ما اینقدر صحبت خوب اطراف این کتاب قریب بسیار جای از این به این کتاب اشاره کردن و خواننده خودش میتواند که
بخواند و خلاصه خودش رو بگه، تحلیل خودش رو بکند، با نویسنده در تماس باشد، در شبکه اجتماعی افکارش رو بگه. و ما نه همه کتاب رو از این برنامه توصیه میدیم، ولی این کتاب شما رو توصیه میدیم برای بیننده برنامه کتابخوان. عکس آسمان در چشم، شما این کتاب رو از فروشگاه‌های کتاب تاجیکستان میتوانید دسترس کنید. این کتاب با 2 زبان است. در همین یک کتاب 2 زبان هم روسی است، اگر براتون راحت است خوندن، هم با زبانی خیلی شیرین، خیلی روان، خیلی بامزه تاجیکی که از طرف نویسنده دیگری ما سلیمی ظرفشانفر برگردانده شده است. ولی در آخر میخواستم شما به یک اندیشه شما رو همچون یک نفری که گفتم بسیار میگردید، سیر میکنید دولت‌های دیگر هم، بگویم که مشکلی اساسی امروزی جوان ما یا جامعه ما یا هم زنان و بانوان ما در سمت مطالعه، علم، کتاب چی بوده میتواند از نگاه شما همچون یک نویسنده؟ میدونید خواننده برای چی کم است؟ برای که وقت ندارد، حقیقتا وقت ندارد. اگر دوستش هم تو مادر و پدرش مجبور نکند، وقت داشته باشد لیکن مجبور نکند، گوید که من تلفن اما نگاه کن، من عذاب نتی. لیکن اساسا اهالی ما، بچه های ما از بچگی تا پیران سالگی فقط با کار، و همین بچه میده خوشچینی میرد، یا که مثل مال و گاو میچرد، یا که بله بعد در خونه پلیس دارد، دیگر دارد کار میکند، با پدر و مادر کمک میکند، بعد اون مکتب تمام میکند میرد روسیه یا دیگر جا برای همین یک قوتی لایمون، برای یک توی کردن توی خودش می، دادرش می، یا که خواهرش می، دیگرش می. میدونید وقت نداره. دلتون میسوزد برای جوانان؟ البته من خیلی برای همین برای جوان ها حاضر. من همین دتکتیوم نوشتم و همه باید خوند، چون که برای همه معقول. من نزدیکی ترجمه شد، من سلیم خیلی خیلی ترجمانی خوب است. من ترجمانم بد نبود طلا، ولی حاضر ترجمانم رو قطعا یافتم. با میخوام گم که میخوام با اون کس همکاری کنم، ولی اون کس خیلی سرکار، امید و آرزویم همین که وقت میرسد. ولی برای بچه های تاجیک، برای نورسون تاجیک، اگر حاضر کتابخوانی یاد نگیرن هیچ وقت یاد نمیگیرن. باید که مردم از همه پیش، پدر و مادر، مکتب، این چیز رو باید یاد گیرن. من همین کتاب گویان که انا همین خیلی کتاب برآمد، شما بغیر از درس همین کتاب رو با ما گفته می نقل کنن، تبلیغ کنن که کتاب خوب است برای جهان بینی شما، برای اندیشه شما. و هدف برنامه کتابخانه همین است. معلم از بوریگه به برنامه خوش اومدید. اگر یک پیام دارید، یک اندیشه دارید به برنامه ما است، به جامعه کتابخانه تاجیکستان است یا به هر قشر دیگه است، این کامراهای برنامه در اختیار شما هستند. شما پیامتان رو بگیرید و صحبت خلاصه کنید. تشکر، اینقدر گفتم، ولی باز میگم کتابخوان برای جمعیت ما ضرور است. این برنامه خیلی خوب است، چون یگان چیزی بدی رو تلقین نمی کند، میگوید که کتاب خونیتون. اینم از بچگی ما رو بیبیم و پدر و مادرم یاد داده بودن و میخوام که امروز پدر و مادر رو همین رو گم نکنن. این یک. دویمش که همین آدمی که کتاب میخوند فرق دارد از آدمی که کتاب نمیخوند و خیلی یک سر یا 2 سر و گردن بلند است. همون با من میگم که باید خوانند. اگر خواهند که همین حقیقتا هم اعضای خوب جامعه باشند، باید کتاب خوانند. سلامت باشید. بار دیگر یادآور میشم که در صحبت با ما بودن نویسنده گلصفت شهیدی. به برنامه خیلی خوش آمدید. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یار و یاورتان. تشکر.